با ویلا دل من سر در زندگی هم بری میگی برو چیز بخواه میره بامیه هم تا که میای بامیه دیگه از اول سال تا هم دم که اینا خلاص میشه چوب میشه ایم هر روز هر شبه میمایه خب یک ذره به خواسته من فکر بکنم چی مایو اما هرچی که خود از این بخوره خود به سر از اینا خودی هم زندگی از اینا با قرآن دل من به سر آمده زندگی که دارم قرآن دل من به سر آمده سکی زندگی که برای جور کرده اما هرچی بامیه قوت داره خود به می قوت از این قوت داره چه قوت داره هر چیزی به چیز خود قوت داره دیگه بانجون که دو مثلا گلبی دیگه چیزا نگه همه که بامیه خوش ندارم به قرآن دل من شور میره میخره سالی دوباری گفته از زمان که میه تا آخری 2 دفعه 3 دفعه آدم بخوره بسته نه که من میکشه به میه بخور خدا بگو این مرد چکار کنه متکا کنه به خواستا زن خود فکر نکنم هرگز خدا نباشم این متکا اما گپ خود اینا به کرسی بشینه زندگی جا حقی نداره گپ زور میزنم خدا چیه؟ چون یه سر من خود نگاه کنم به من دکتری میکنی چی میگه؟ زن کمی دیگه هم بامیه بستون بیا بردم تاش بسخونه که بخیر بشه بار کنیم اوف دیگه چه کاری چی گفت؟ اوف دیگه چی گفت؟ خسته شدم به قرآن من تو چوخ زد بامیه دیگه چاش میخوری شورم میخوری یک زدی به خواستا من که فکر کن زن تو نمیفهمی بامیه عمر کوتاهی داره اینا باور کو از گوش بیتر مزه میده از لوبیا بیتر مزه میده از هر چیز این بامیه بیتر مزه میده الهی عمر فرشتروک شه خب بیا از عمر فرشتروک دیگه چی هست دیگه عمر کوتاهی داره میزنه 1 ماه بس خلاص 1 ماه هنوز امسال بخیر دل دارم که دمن هم رو خوش کنی باز بخیر خوشی بم زمستان بپا برای اینجا چی مزه میده زن بیخی تمام فایده هم تایی به میه رختم که تو فقط بیشینی به من حدیث میکنی یا دکتری میکنی نه ما مغزی به میه یعنی تو نمیفهمی زن؟ باور نمیفهمی اگه به تو میگم نمیفهمی که فایده های بامیه چیه یعنی میتیرم از این فایده ها هستی من همین به میه نمیبینم دل به شور دیگه میایه چیز خوب آدم گنده چیز خوب آدم گنده غیر از این بامیه چیزا دیگه هم هسته با تو میگم برو کدی بستو من خوش ندارم با تو میگم برو بادینجون بستو من خوش ندارم چکار شده که خوش ندارم هم دیگه تو خوش نداری من خوش ندارم بعضی وقتا زن مجبوره هیچی مجبور آدم نیه خوش داشته باشه او هم بخوره خدیم خب پس زن هیچ حقی نداره حق داره خب چی رقم؟ اندازه ولی ما حالی اگه بشینم فایده می بامیه رو به تو بگم از حال تا صبح بگم نما خیلی ببینی نما از حال تا صبح هر چیزی فایده خود داره کدو فایده خود داره بادینجون فایده خود داره گلپی فایده خود داره شنگا فایده خود داره هر چیزی به اندازه خود فایده خود داره خب یعنی ایده که معلوم میشه شما بخونی اجی آقا خب مثل که 24 ساعت گوش میخورده حالا من کی به تو گفتم تو برو به گوش بیا با تو میگم برو کدو بستو میگی نما خوش ندارم خب من خوش ندارم خوش ندارم تو وظیفه تو همینه که بیارم تو بار کنی هیچی وظیفه منیه خیلی هم هسته وظیفه تو نه زد و زدگیری نکن خودشو خب 1 ماه بامیه بس خلاص بامیه رو خلاص میشه تو باز به هر چی که باز مستی بگفتی همین 1 ماه تو میگم برو کدی بستو من زندگی خسته شدم از این زندگی برو حقا میگو امسالی خود خونه نرو نه والا قرآن این حیف از این بامیه ها نکده تو به درختی تو سکو ای به طرف تو میخنده به خدا بامیان همین زندگی چی بکاره که فقط خواسته 1 نفر باشه هر چی میگه فقط میگه مه خود تو کینی تو اگه مردی حق داری من زنم حق دارم همه کنه میشه خواسته تو آدم فکر کنه یا به خواسته تو عمل کنه تو زن سیری لغت زده همون که مردم قدیم میگو لغت به خور خو میزنی مردم این بامیه رو مال به چشما خو میکشه به سونی پیدا نمیشه بامیه که مال کیلو 100-120 روپیه تو بریم هم حواس میکنی که کدو و جنب لقب و سپوزی و درد بیدر ما من نمام دیگه همه که نمیشه خواسته تو باشه آخه من به تو میگم من آدم منجگم من انسانم به میه بغضی به میه به چی در میخوره خب حال زن تو همین چاش درنبار کن شبرم خیلی تو قرار بخوریم بامیه صبحانه کشخای بخوریم سبا چاش خدا بزرگه باز همون چیزی که تو مستی میرم تو مستان یعنی نکنه ما بس دیگه نما
امشب برم بار کن، چاش ترم بار کن، سبا صبح برم صبحانه بمیه بخورم. نمام دل بدارم شور بیاد بمیه. آخه نمیفهمی زن، تو قدر زر حالا تو که میفهم قدر زر از در گرم میتونی. تو یک زنه اگه چسب چابکی میگی تو میگفتم ها خدا همین زن نمیته برق بریه از صبح همین با میار بیار دو تال پیش تو بگدش تو منو بس خلاص کرد شروع کردی تا خونه زنگ فقط جاده لیلمی با زبون تو همین کس نمیکنم وقتی که تو زد بکنی خودی به من خودی تو زد بکن من نمیکنم نمیشه زن بفهمیدی باز اگه چپن پوستین چپه پوشیدم باز من میفهمم تو بفهمیدی باز همینا رو پاک میکنیم و روز که چاش بخوریم بار کردم برو خراب میکنی تو ساده تو ندارم که غیر اینجا که میای گپ میزنی گپ یا مفت سلام خواه خوبی سلامت بشی زنده بشی نه خواه بمیه خوشبال تو بقرآن اقلا نمیشو تو به حرف تو که میکنه چیزی دل تو عوض میکنه میره میخره میش چی بگو نه کجا میخره فقط زد کرده همین بمیه از اول کنی میایه کیلو 180 روپیه کیلو 200 روپیه تو که شوری بخریدن نمیکنه تا کیلو 20 روپیه میخره میخوره نه به خدا خوار الهی خدا بی تخم بمیه که برندازن که اصلا کش نشه راست خوب از اون وقت که این بمیه من تو چند نفر خودی خب هم تو چیز دل تو عوض میکنه میری شو تو میخره آفرینی با قرآن به هر چی نمیگم بمیه قوت داره بمیه میچه به استقام قوت داره به چیشون فایده داره میچه با کجا فایده داره این چیزایی نمیگه بیا نگاه کن نه خواه من خوش ندارم نمان بگم بله میگم برو باید اینجا بخواه میگه باید اینجا من چون زبون بسوز میاره جون من بخارشا میبتگه میگم برو کدو بسا من خوش ندارم کدو بوی میده خب من به میه خوش ندارم من هم ببم جلوری بزنم به لحظه خندم خوب کاری کردم خب خود چکار کنم خواهد دیگه بقرآن دل برو سر آمده دیگه باشه برو خداحافظ جمع کنم یا همین دفعه باش که من اینو بار کنم تو دیگه بسن بیم یه بار گیدی مردی اون به طلاق بار برسو تو بار نمید همه تو رو همه خواسته تو باشه تو بشی جیگر داغ زد به ترزیه خونه همه هرچی گفت و گفت نه به میه خوبه میشون لقه خوبه درد بیگرمون خوبه همونایی که تو میگی بعده برو بستو بیا که ما بخورم تو نخور این که همشون زندگی که همه فقط خواست خود ازی باشه بابا جا گپم برسه من این تکشوی هستم که دیگه چی بگی مداری بکری تشوی هرگیز خدا نباشی همین چیزی خب بلا خسته شدم من ساله ندارم من با میه غمزه کنی میره که تلیخانم میرخصه که چی بویی کده به میه که دل ما خوش کنه اشته بویی کده که این ده به میه خوبه که اون تا خوبه خدا بویی بالا میشه حالت تعوام میگم دل ما بشور میایه خانم جان نگفتم خانم بله آخ چشماتو به دلمه خیلی از این بامیاتو تو باور کو 100 متر به سرا بمونده بینم که بوی بامیه بالا شده سیر آخ زن نپرس که خدا چی نعمتی چی متاعی آفریده بوده بفهمیدی؟ حتی می دکندار گفت البته امروز زن تو بامیه باز پخته کرده گفتم ها بوی ما دیوانه کرد یعنی همین دکندار بد کرد همین یک بشقا بیجا میکنه همین حق ما رو بده به همین دکندار که بخوره چرا بجو بودم؟ نه مگه بمیه نخوردی خود من میخورم خود تو بخور آخه زن تو چی میفهمی؟ تو با فایده ها بامیه چی هرچی به تو میگم هیچ چی خب بسه نکن من سکو ما با تو میگم اگر می به زندگی تو خوشبختی بیایه کامیابی بیایه مثلا شو تو از تو خوش باشه مثلا خوشو تو دیگه به زندگی تو مداخله نکنه خورشو مداخله نکنه ما آن چیزی که تو طلب کنی به تو بستانم بگذار که از این 100 سال که بامیه می تو آخر سال من دقیقا شکم سیر بامیه بخور
یعنی به تیرو همین خوشو هم سر رسید بکنه پیاز دارم کنه همین خوشو هرچی از اون دانش به من بگه همین بیمیه دیگه نگم باکو سکو من روی تو خدا ببینه من حق دارم من زنم بخواسته من یک کمک فکر کن که من چی مایو نمیشه که تو از اول سال هم دیگه بیمیه تو شروع میکنی تا آخر سال تا چوب میشه تو بیمیه میخوری ولی نقص میبینی نه من خوش ندارم نه بگه یک دفعه دو دفعه برو از اون مرخ و از اون قای مخشاخو بپرس بگو من میته حیف چوبه همین بیمیه میخورم سکو چی میگم اگه اونا طور ملامت کردن که خوب اگه من ملامت کردم سال من 12 ماه تو بیمیه بار میکنم خدا بیامرزه پیرمه همین بامیه که شروع میشد تا ختم بامیه خرج بامیه هرگیز خدا همین میراثه که با تو نمیداد با تو دیگه چیزی میداد میراث میدیش یعنی با خدای ندیده دیگه اگه تو دیگه بیمیه بزی سالا نگری من میگه زنده و زار همه با 10 سال